با درود و عرض ادب خدمت تمام فارسی دانان و فارسی زبانان. امیدوارم روز بسیار خوبی رو داشته باشید و روزهای بهتری رو پیش رو. نوبتی هم که باشه، نوبت داستان امشبه که از یه جای باصفا با مردمی خوب شروع میشه که هیچ مشکلی با هم نداشتن. اما دست تقدیر محکی رو در راهشون گذاشته که شنیدنش خالی از لطف نیست. داستان اینطور شروع میشه. بود دشت و مرتع و کوهی رفیع، روستایی بود و مردانی شفیع. جمله مردان و زنان آن دیار، خوش بودند و شاکر پروردگار. کدخدایی داشت خوب و با وفا، رازدار مردم و اهل صفا. مردم ده دوستش می داشتند، کدخدا را پاک می پنداشتند. هر که را دردی بودی در آستین، کدخدا بودش شفای راستین. تا که روزی مردی از مردان ده، کدخدا را گفت در جشن سده. آمده از کو سالک مردکی، سخت کوشد در سلوک مزدکی. در میان گفته هایش بارها، از عدالت گفته و از انگارها. فاش میگوید که چون پیغمبر است، حکم حق دارد ز حق فرمانبر است. عده‌ای از حکم او دم میزنند، دیگران محکوم و برهم میزنند. بحث های سالک و اصرار او، کرده برخی را ز دل همکار او. مردم ده در دو جبهه روبروی، در تقابل جمله از سویی به سوی. هر یکی شمشیر تیزی آخته، تا به جان دیگری انداخته. گر نگویی از محبت درس ها، جنگ آید در میان از ترس ها. داستان از روستایی شروع شده که مردمش با وجود تمام سختی های زندگی در آرامش کامل به سر می بردن و وقتی مشکلی رو خودشون نمیتونستن حل کنن، از کدخدای روستا که مردی بود جا افتاده کمک می گرفتن. خوشبختانه تا اون زمان کدخدا تونسته بود با درایت مشکلات مردم رو حل کنه و در واقع مشکل گشاشون باشه. اما این بار مسئله با مسائل گذشته فرق داشت. این بار زاهدی به روستا آمده بود که صحبتاش طرفدار پیدا کرده بود و مردم روستا رو در مقابل همدیگه قرار داده بود. در نهایت بعد از مدتی شخصی پیش کدخدا میاد و میگه اگر به مردم یادآوری نکنی که با محبت مسائل قابل حله، اینا از ترس ممکنه دست به کاری بزنن که جبرانش دیگه ممکن نباشه. بریم ببینیم در ادامه داستان چه اتفاقی میفته. کدخدا دستی به موهایش کشید، سر به زیر انداخت، آهی برکشید. مدتی در فکر بودش در جدال، قصد او بود دفع آتش از جزال. قدیما چوب‌های خشک و قابل اشتعال رو جزال می‌گفتن. در نهایت شد به دانجا رهسپار، با قدم‌هایی متین و استوار. رفت بر بام بلند خانه‌ای، با صدای صادق و جانانه‌ای. گفت دلهامان پر است از صد گله، لیک ما یاریم از یک سلسله. سالها مردان خوب این دیار، یار هم بودند و با هم سازگار. چون نبود جنگ ما را رهگشا، هم زبان بودیم و هم مشکل گشا. انتظار از دین و رسم از اعتقاد، می نیارد دوستی را انعقاد. جنگ ها آمد وجود از اعتقاد، کشتن و غارت بودی راه معاد. در نشیب و در فراز زندگی، دوستی شد مرهم آزردگی. اینجا کدخدا سعیش این بود که دل هر دو طرف رو به دست بیاره و دوستی رو در واقع برقرار کنه که یهو سالک شروع به صحبت میکنه.
سالک آمد ناگهان در جمعیت، شکوه گویان همزمان از وضعیت. شد شتابان در میان پیروان، پیروانش ره گشادی در میان. با صدایی خشمگین و با عناد، گفت هر کس نیست با ما در عباد. می نیابد ره به فردوس برین، همراه شیطان بود یا کافرین. آن کسی کو همراه شیطان بود، مرتد است و جان او ارزان بود. تا بگفت او این سخن، مردان همه حاضر و آماده و بیواهمه. دست بر شمشیرها بردند باز، تا که حرف سالک آید کارساز. سالکش گفتا که هان ای کدخدا، از حقیقت گوی از بهر خدا. بازگو بر مردمان دهکده، رمز بدبختی و درس میکده. انگار یه میکده هم اونجا تو اون روستا بوده که این سالک ازش راضی نبوده. بر ترتیب کدخدا که دید اوضاع داره از کنترل خارج میشه و سالک هم قضیه میکده رو پیش کشیده، شروع به صحبت میکنه و سعی میکنه باز وضعیت رو آروم کنه. بار دیگر کدخدا گفته یلان، راه بهتر هست بهر عاقلان. ما همه مردان معقول دهیم، کاردان و نیک و مقبول دلیم. جنگ و خونریزی نباشد کار ما، هم نیابد راه در افکار ما. دین هر کس محترم بر عام باد، هر که را خود با خدایش کام باد. احترام هر کسی بر دیگری، از بزرگی آید و از سروری. سالکش گفتا که حرف کدخدا، دور از حق و از حقیقت ها جدا. این چنین پاسخ که در گفتار شد، لقمه بی ارزش کفدار شد. اینجا دوباره سالک پرید وسط حرف کدخدا و هرچی او رشته کرده بود رو پنبه کرد که نذاره حرف کدخدا تو گوش مردم بنشینه. اما کدخدا هم از سعی و تلاشش دست بر نداشت. کدخدا گفته ای عزیزان خدا، از مروت می نباید شد جدا. خاصه چون خون و تبار ما یکیست، جنگ ما بین دلیران ابلهیست. ای بسا آنکو که با نام خدا، از محبت و از حقیقت شد جدا. توی این شرایطی که دو طرف مثل دو تا ارتش روبروی هم قرار گرفته بودن، بهترین حرفایی رو که میشد زد، کدخدا اونها رو گفت تا آرامش رو برقرار کنه. اما حرفاش بی ثمر بود و التماساش بی اثر. هرچه گفت و هر تقاضایی نمود، همچو نفتی شد که بر آتش فزود. ناگهان یاران سالک تاختند، سوی دشمن نیزه ها انداختند. دشمنی کردند و دشمن ساختند، بر محبت با جسارت تاختند. بیگناهان جان شیرین باختند، خاک را با خون چه رنگین ساختند. عشق چون بار سفر از دل ببست، هر کسی دشمن شد و شمشیر بست. جنگ خونین شد میان نیک و بد، نیک و بد از نقص فهم است و حسد. دیگران را با بدی انگاشتن، خیش را نیک و بری پنداشتن. می نیارد جز نبرد و انتقام، مرگ خواهی دید و ترس و اتهام. آزمون گردیده این از دیرباز، خوب را بد خوانده بد را نیک و ناز. نیک و بد در این جهان رویی نداشت، گر مفسر جانب سویی نداشت. چون مفسر جانب سویی گرفت، نیک و بد از جانبش رویی گرفت. بر ترتیب جنگ سختی بین هر دو طرف صورت گرفت و خیلی ها از سر جهالت و ترس جونشون رو از دست دادن. داستان ما اینجا تموم میشه دوستان. با امید به روزی که انسان‌ها قدم به جایی بگذارن که دیگه بد یا خوب براشون معنی و مفهومی نداشته باشه و در آرامش و آسایش کامل به سر ببرن. شما رو به خدا میسپارم و براتون آرزوی سلامتی دارم. تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.